همین نعره را بالا کرده تحقیق بکنه. وهابی در افغانستان هست. وهابی کی را میگه؟ در یک مجلس نشسته بودیم در این روز، در این جمعه گذشته، میگه وهابی خوار هفتم روا میداره. نعوذ بالله. کی گفته؟ هست کسی؟ اگر تو یک دفعه برش کافر میگی، من 1000 دفعه برش کافر میگم. خوار هفتم نه، هر خواره که کسی حلال بداره نکاح شما برادرش چی هست بگوی شما؟ کافر است. چرا این افواهات؟ تو دولت هستی، تحقیق میکنی، استخبارات داری، امنیت داری، از نان ما خبر داری، از این گپا تو خبر نداری؟ از چینلای شاگاه نیستی؟ این گپا را کی دامن میزنه؟ به دسته مردم در سری کن نکشونه، به دسته مردم نکنی که شما نمیگذاره. ما کدام طرف بریم؟ وقتی مسجد ما به امن نباشه کدام طرف برم؟ وقتی ما به سنت رسول الله عمل کرده نتونم، ما کدام طرف برم؟ وقتی ما در عقیده خود آزاد نباشم کدام طرف برم؟ وقتی ما به حجاب ماندن سیاست خود و ریش ماندن خود آزاد نباشم کدام طرف برم؟ تو حکومت برای ما راه مهیا بساز که ما راه خود پیدا بکنیم که همون طرف بریم. قانونی تا بگذار که بله ایتوری ریش ماندن، نماز خوب خواندن، سنت های پیغمبر عملی کردن این جرم است. تو فتوا بده سیسته، ما می وطن ترک میکنیم میرویم طرفی دیگه. ولی اگر میگه نه اینجا یک مذهب حنفی است دیگه گنجایش نداره، کی سری ملازم کرده فرض کرده مذهب حنفی را؟ تو پیروی کتاب الله و سنت رسول الله نیستی؟ بیا به دلایل. کی سر ملازم کرده که ما دنبال امام شافعی رحمه الله یا احمد بن حنبل یا امام مالک رحمت الله علیهم دنبال کدام عالم بروم؟ این از کدام جای دلیل داره؟ کی سر ملازم کرده؟ عجیب است.